سلام بچه ها. پکنه اینکتور به اینک آمده است. اکا اینکت کنی. جراحی کردید؟ نه جراحی نکردیم. چیکار کردید؟ چیکار کردیم؟ رستم؟ چی شد داده؟ بلا شد همه قبض ندار تو قبض نزن اصلش بگیرین انا همین پکنه اینکتور تو حقوق نداره که فرزندی ما به دست بداری. چند بار گفتم که به هم دیگر لقب نمانید. معنی کلمه پکنه چی؟ دو یک دیگر را مسخره نکنید. پکنه اینکتور چی؟ سیاوش دیگر نشنوم. السلام علیکم. از وای بچه ها خفه نشوید. آنها همین خیر. آفرین پسری خوب. این گردنبند نصیب توست. این گردنبندی عادی نیست بلکه سحرناک است. میتواند 7 خواهش تو را عملی نماید. عینکت را گم کردی؟ مشق کردیم. خی چشمایه خیخی کردیم. تمام. خیخی کردیم. خیخی کردیم. باز خیخی کردیم. بچکو کردید. من میخوام که رستم با پکنه اینکتور مبادله شود. پکنه عینکدار. یک سحر دیگر مانده است و خلاص. سیاوش این چی یک بار بینم؟ نه. این پکنه لعنتی رو به گاه شرم بالا کن. قورباغه شود. من میخواهم که پکنه اینکدار به قورباغه مبادله شود. فانتزی هجوی برای تماشای اویلوی. من دیرکتری مکتب یک صنف بچه ها گم. در یکی از مکتب‌های شهر خواننده های یک صنف گم شدند. روین نه دورید ماشین رو. هیچ کس را گوش نکنید اکا جان. هی کردن گیره. گاز. براری کار. کارگردان فرهاد غفورپور. قرار یک تا قسمت باید آدم شود تمام. سلام بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه نوبتی کیناتوریسم. برنامه‌ای که ما توسط سینما شما را به سیاحت میبریم و زیبایی های کشورمان را به شما نشان میدهیم. شاید از نواری پیشنهاد شده الکی شما فهمیدید که ما درباره کدام فیلم امروز صحبت میکنیم. بله، فیلم پکنه اینکدار، فیلمی که نه تنها برای کودکان و نورسان جالب است بلکه توسط قصه و صحنه های خود مکان های تاریخی و منظره های ناتکراری تاجیکستان را به نمایش میگذارد. نمیتی؟ پکنه اینکدار با شیار هر عمل پاداش دارد. با نقش‌آفری هنرمندان موسیقی بندوبست در سطح بلند تهیه شده، در آن همزمان عنصرهای طنز و ظرافت مناسب استفاده شده است. فیلم را کارگردان جوان فرهاد غفورپور در ژانر فانتزی کودکانه تهیه نموده. نواربرداری آن در شهرهای پنجکن، خوجند، بوستان و اسفره
انجام داده شده است. قهرمانی داستان خواننده مکتب میانه سیاوش در میان همسنفانش مورد تمسخر و مسخره قرار میگیرد، اما با وجود این دشواری ها و تأخیرها او توانست راه درست زندگی را انتخاب کند و به ارزش های راستی و شأن و شرف پایبند بماند. بیایید اکنون میشنویم که قصه اساسی فیلم چگونه است. قصه کوتاه فیلم این است که سیاوش که در مکتب نسبت به همسنفان خود قدش پستر است و عینک دارد، او را همه همسنفان پکنه عینکدار گفته مسخره می کنند و از این تبعیض، از این تحقیر همسنفان و همسالان و جمعیت سیاوش بسیار حالت بدی روانی به حالت بدی روانی گرفتار می شود و یکی چنین می شود که سیاوش صاحب گردنبند سحرناک می شود و این گردنبند سحرناک امکان دارد که 7 خواهش سیاوش را عملی نماید و در برابر آنکه سیاوش چند خواهش های خود را عملی می سازد، یکی از همسنفان خود رستم قدبلند را که او را همیشه پکنه عینکدار گفته اذیت میداد، به پکنه عینکدار، به پکنه که قدش 40 سانتی متر است تبدیل می‌دهد و همچنین یک همسنف دیگرش را که او هم همیشه سیاوش را اذیت میداد به گوسفند مبدل میکند. اکنون در نزد سیاوش و همسنفان یک مسئله بسیار یک وظیفه بسیار دشواری هست. آنها باید تا فرو رفتن آفتاب به 7 کل بروند و از آب چشمه توبه دست روی بشویند و توبه کنند، وگرنه پکنه عینکدار و گوسفند دیگر به حالت اوله برنمیگردند. هدف کارگردان این بود که در فیلم مکان‌های سیاحی کشور را به خوبی نشان دهد، مخصوصا در 7 کل آنها توانستند یک قسم فیلم را به نوار گیرند. در آنجا هنرمندان، نواربرداران و دیگر نفرانی که در تهیه فیلم نقش داشتند این مکان را دیدند و تأثیرات عمیق از زیبایی‌های 7 کل را به دیگران نقل کردند. تماشابینان داخلی و خارجی نیز توسط این فیلم آرزوی دیدن و سفر به این مکان را در دل پیدا می‌کنند. همچنین نوار فیلم نه تنها قصه قهرمان را پیش میبرد، بلکه محض توسط منظره‌های عجیب تاجیکستان تماشابینان را به سیاحت دعوت میکند. الو من گپا راستش همسایه بولونگی توربی آبش کفید من از توپکم انیماسیون من میدونم انیماسیون که ایه وست محله ابزر کند می. اکثری سازنده های فیلم بار اول به 7 کل رفته بودن و خودی منم بار اول برای فیلم لکت میگفتیم بار اول به 7 کل رفته بودم و به همین بهانه ما توانستیم که چندین کل های دیگری کشور را ببینیم و از زیبایی های کشور ما لذت ببریم و این یک واسطه خوب بود فیلم برداری برای اهل تیم ما که ما توانیم با زیبایی کشور خودمون شناس شویم و من بعد آن را تبلیغ کنیم. تاجیکستان کشوری بی‌اشتها و ناتکرار است. هر گوشه آن همیشه زیبا و جالب می باشد. هر مکانی آن از کوههای بلند و ساحل‌های رودهای صاف تا باغ‌های سبز و یادگاری‌های تاریخی برای فیلم‌آفران با استعداد منبع بهترین الهام می باشد. هر یک مکان در این کشور می تواند فیلم را هم جالب، هم خاطرمان، هم فراموش ناشدنی گرداند. کارگردان این فیلم هم این را به نظر گرفته میگوید که این کاری آخرین ما نیست. هدف ما آن است که هر شخصی که فیلم های ما را میبیند آرزوی سفر به تاجیکستان را در دل پیدا کند و با چشمان خود زیبایی های کشور را ببیند. دلوور اینجا مکتب نیست که فراش داشته باشد و بعدی رفتن ما پرتاب ها را جمع کند. در همه جا هم کاری خودت را میکنی ها؟ این آخرین کاری ما نخواهد بود که ما با
تبلیغ منظره های زیبای کشورمان مشغول می شویم، ما حالا در پیش چند لایه های دیگر داریم که آنها هم در چنین منظره های زیبای کشور به نوار گرفته خواهند شد. وقتی که ما از کارگردان فیلم پرسیدیم اگر بیننده خارجی این فیلم را بیند، به نظر شما کدام تصویر تاجیکستان در ذهن او باقی خواهد ماند؟ به اندیشه من وقتی که یک خارجی فیلم پکنه عینکدار را تماشا میکند، در ذهن وی نسبت به تاجیکستان چند چیزی خیلی خوب و زیبا باقی خواهد ماند. از جمله او تاجیکستان را همچون یک کشوری کوهساره که کوههای خیلی جالب هم از نگاه شکل و هم از نگاه رنگ و کوههای رنگارنگ و جالب خواهد شناخت. همچنین تاجیکستان را همچون مکان کوهها و آبهای رنگارنگ و گوناگون خواهد شناخت و همچون یک جای اساطیری که آنجا معجزه وجود دارد. یادآور میشیم که نخست نمایش فیلم پکنه عینکدار در فضای فرهنگی پایتخت رویداد فرح بخش بهره هواداران سینما و دایره وسیع فیلم‌آفران و هنرمندان کشور گردید. نمایش فیلم مذکور شماره زیادی کینوشناسان و سینماگران و هنرمندان، نمایندگان کسب و کار گوناگون، هواداران سرشمار سینما به واسطه کودکان و نورسان را در قصر سینماگران که قبلا نام کینوتئاتر زبونیسا را داشت با خوشحالی و در لب تبسم به هم آورد. فیلم به هر نفری که در نخست نمایش اشتراک کرده بود خیلی پسند آمد. اکنون بیایید میبینیم که تماشابینان درباره این فیلم چه تأثیر را دارند و چی میگویند. فیلم هم گواه دهنده یعنی اون است که ما تاجیکا نه کمتر از دیگرانه. نبینید که این فیلم تمام چیزا درونش داشت، تربیه را داشت، یعنی به آداب بودن جوانای و خردسالای و کلانسالان داشت، همش داشت. یک فیلمی که تربیه میکند، فیلمی که مثلا با دیدنش هم کلان هم خرد میتواند خودش ایواز کند. برای کودکان است، تربیوی است باز هم، یعنی تربیه پدر و مادر، والدین نسبت فرزند بسیار مهم است و در این فیلم همه این رو ما دیدیم، مناسبت ها رو دیدیم، یعنی فانتزی گفتگی هست. من راحت کردم. من توصیه میدیم که این فیلم نه تنها در پایتخت بلکه در تمام جمهوری تاجیکستان با هر یک سینماخانه که هست، با هر یک مکتب‌ها، برای مکتب‌ها هم نشان داده شود و فکر میکنم از این فیلم زیاد بچه‌ها الهام میگیرن و خوانش خود را باز هم با قوت‌تر میکنن. ما حاضر از سالی تماشا برآمدم و راستی خیلی کودکانه نمایش دیدم و یک سخنی بود در زال که منم همه وقت میخوام یک ایرادی را پیدا کنم. کوشش کردم هیچ ایرادی نیست، نه در یعنی فیلمنامه، نه در انتخاب بازیگران، نه در انتخاب مثلا رسام، جاهای نواربرداری و همش. و وقتی که آمد کرد، کاری ایجادی آمد کرد، همین خیلی آمد میکنن. بازیگرها درست انتخاب شدن، فیلمنامه درست نوشته شده است و کودکا ما دیدیم ریاکسیشون و من کودکم شاد شدم و هم خودم خانواده ما که دیدن همشان و تمام کشور
با این فیلم خوب از همین خلق تبریک مبارک شه. این فیلم خیلی فیلم دیدنی است، باید همه عائله ها خانواده ها ببینند. اون لحظه های اون اپیزود هایی که در اونجا بود در قسمت زندگی منم بود. در قسمت زندگی بسیار اون تماشابینانی که در تالار بودند بود، یعنی هر کس خودش دید، گرچند که این خیلی یک افسانوی کردن بسیار جذابیت زیاد بود. جای شوخیش هم بود، هزلش هم بود، جایی که من حتی آب چشمم هم قریب نزدیک شد. این گونه فیلم ها رو گرفتن در کار. همچون کارگردان، همچون هنرمند، همچون شهروند جمهوری تاجیکستان از صدق دل توصیه می‌کنم که فرزنداتون گرفته بیایید به دیدن این فیلم، همون سهم خودتون به سینمای تاجیک گذارید. گفتم باورید است که مؤسسه دولتی سوخت سینما در یک جایگه با مؤسسه دولتی خطلان سینما فیلم پکنه عینکدار رو روی پرده سینما آوردند. امیدوارم که برنامه به شما پسند آمد. بینندگان ارجمند تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه‌های دیگر سربلند و خانه آباد بمانید.